نزدیک آقاجاری بیش از 15,000 لوله در یک جا گرد آمده تا پیش از لوله گذاری جفت جفت به یکدیگر پیوند داده شود. به این ترتیب ساختمان خط لوله تندتر پیش می رود و در طول راه زمان جوشکاری نصف می شود. لب لوله ها را اول سنگ میزنند تا صاف و یک دست شود. دستگاه مخصوصی لوله ها را با هم جفت می کند. لوله ها را از بیرون با جوش سرد جوش می دهند. جوشکاری داخل، جوشکار خبره‌ای به درون لوله رانده می شود. طول این کار فقط 1 دقیقه است. در آفتاب سوزان آقاجاری این مرد تنها کسی است که آفتاب سوخته نیست، چون در طول روز نزدیک به 400 بار به درون لوله می رود. خط لوله باید در میان کوه‌ها و بیابان‌ها راه باز کنند. لوله های جفت شده را در کنار راه گذاشتند. بیش از 160 کیلومتر لوله میان آقاجاری و بندر گناوه خوابیده است. خط لوله در گناوه به 2 شاخه تقسیم خواهد شد و برای رسیدن به جزیره خارگ به ته دریا خواهد رفت. شیاری عمیق آماده کرده اند تا خط لوله را در آن مدفون کنند. کندن این شیار کار ماشین عظیمی است که برای طرح چم ساخته شده. این غول سرخ شیارزن جای صدها کارگر بیل و کلنگ به دست را گرفته و چنگالهای تیزش تا عمق 2 متر زمین را می شکافد. فرسنگ بعد فرسنگ، روز بعد روز، ماه بعد ماه. خاک به دست آمده به شکل دیواره‌ای بلند و یک دست در یک سوی شیار کشیده می شود.